در مراسم افتتاحی نمایش افتخار که آفریده‌های رسام معروف تاجیکستان ناصربک نرزیبکов را در بر میگیرد، اشتراکچیان اوید به فعالیت پرمحصولی و معلومات داده سهم او را در رشد صنعت تصویری کشور نظررس خواندند. طور ذکر شد ناصربک نرزیبکov شعبه آموزگاری آموزشگاه جمهوریوی رسامی شهر دوشنبه و شعبه ویتراژ دانشکده دولتی رسامی ویلنیوس جمهوری لیتوا را ختم کرده است. او اشتراکچی نمایش‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی بوده. سال 2005 در آزمون ساختن نشان فستیوال صنعت جمهوری‌های آسیای مرکزی و مغولستان که در شهر پاریژ برگزار شده بود غالب آمد. اینچنین در سال 2018 غالب جایزه توپ 50 گردیده است. با تاکید ناطقان فعالیت آموزگاری ناصربک نرزیبکov در دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان و کالج رسامی به نام میرزا رحمت علیموف نظررس بوده. اوید به این بخش مهم صنعت به شاگردان درس می‌دهد. مصوره های رسام دارای خصوصیت فلسفی بوده. در آنها شخصیت و حادثه های تاریخی، عنصر و عنعنه‌های ملی، عشق، محبت و دیگر پهلوهای حیات انسانی تصویر گردیدند. نمایش ماسکو نمایش میباشد که اثرهای ژانرهای گوناگون صنعت تصویری را در خود گرد آورده است. از جمله یک قسمت این اثرها در ژانر منظره‌نگاری و دیگرش به قلمکشی ربط دارند. در عموم این از تخیلات رنگین و پهلوهای گوناگون فعالیت همروزه رسام درک می‌دهد که آن توانسته است با این آفریده‌های خود البته ذوق زیبایی پرستی قشرهای گوناگون جامعه را باز هم بلند برداشته باشد. در نمایش افتخار در آثارخانه ملی زیاده از 25 عدد آفریده‌های رسام ناصربک نرزیبکov با نام‌های رقص، آدم اید، سرود، در باغ بهشت، الهام، همسفر وقت، پیانین نواز، عالم را به تو نشان می‌دهم، دهه فراموش گشته، سرود ده مرده، قروتاب، کشتیچه، اویله، صحبت با خیام، توی سوغدی، در زادگاه هم، سرود افسانوی، رستم، اسکندر، واخوری و امثال اینها به معرض تماشا گذاشته شدند. کارهای اکوارلی و اثرهای مربوط به ژانر ابسترکسیای ناصربک نرزیبکov که در نمایش پیشنهاد تماشابینان گردانیده شدند، انعکاسگر صنعت بلند و تخیلات رنگین مصور میباشند. دوستداران صنعت، خاصه مخلصان ایجادیات ناصربک نرزیبکov میتوانند تا روز 20 نوامبر سال جاری در مؤسسه دولتی آثارخانه ملی از اثرهای این رسام مشهور کشور دیدن نمایند.